سلام علیکم خواهرها و برادرای عزیزم. خدا کنه هر جا هستین آرام و جور باشین. برادرتان حبیب امروز آمدیم در بریتیش ایر فورس میوزیم. این موزیم که شما میبینین تمام طیارهای جیت از دوران جنگ جهانی اول و دوم در اینجا موجود است و ما دعا میکنم که خداوند متعال جنگ سوم جهانی را برپا نسازه. با خاطر فعلا شما همتان آگاه هستین که جنگ در حالت جریان است. بالاتر 30 و چند روز شده، تقریبا 40 روز شده در فلسطین و مردمای بیگناه، طفلا، کسایی که محسن هستند، کسایی که در جنگ اصل هیچ شرکت ندارن شهید شده میرن و ما دعا میکنم که جنگ سوم جهانی شروع نشه و دعا میکنیم که خداوند متعال مردم فلسطین موفق داشته باشه و مردم فلسطین مردمی هستند که بر ما و شما در ایمان ما کارای اونها یعنی در ایمان ما افزایش پیدا میکنه. و در اینجا که میبینین هر کی که آمده امروز در این موزیم یک چیز نوشته کرده. اینجا نوشته است به انگلیسی have your say، یعنی چیز گفتنی که داری نوشته کو. هر کس یک چیز نوشته کرده، تقدیر تمجید کرده. کسانی که در جنگ دوم جهانی یعنی که مربوط انگلستان بوده شرکت کردن، صحبت کردن. ما اینجا میخوایم امروز یک چیز را نوشته کنم درباره خاک فلسطین. کی خاک فلسطین یا فلسطین تنها مربوط مردم فلسطینیان نیست، این خاک مربوط تمام مسلمان های جهان است. این مربوط توست که مسلمان است، این مربوط ماست که مسلمان است. این فقط تنها مربوط مردم فلسطین نمیشه. ما شما باید بخوانیم. این حال ما اینجا یک چیز نوشته میکنم به انگلیسی، در اینجا میگذارمش. ما در اینجا نوشته کردم و اینجا بند میکنم. در اینجا ما در اینجا نوشته کردم که ما امید میکنم که قتل عام به اختتام برسه در مملکت فلسطین. و اینجا به ادامهش به انگلیسی نوشته کردم که تا فعلا اینها با تمام تکنولوژی که دارن، حماس که مطابق از اینها و مطابق غرب یک گروه تروریستی است، از بین بردن نتونستن تا فعلا و ایره تا باخر این گروه تا باخر از بین بردن نمیتونه. و در اخرام نوشته کردم که یعنی آزادی را ما میخواییم به فلسطین و ایره اینجا بند میکنم در یکی از جایا که مردم های دیگه باز ببینن بخوانن. اینه خدا کنه آرام باشین دیگه. انشالله من میره فشرده خواستم بگیرم در جوانم انشالله بعد دیگه با امید ازی که دیگه ویدیو را از دیگه انگر بگیرم براتان. فعلا خداحافظ. سلام علیکم.